در هر یک خانواده یک نفری هست که همیشه تنهاست. یک نفری هست که کسی او را نمیفهمد و درکش نمی کند. یک نفری هست که دلش شکسته است، نیاز به کمک دارد، ولی کسی رو در اطرافش نمی بیند. همون یک نفر بیشتر از همه می خندد، ولی در اصل نمی خندد. در هر یک خانواده یک نفری هست که عصبی می شود، ولی عصبیش را سر خودش خالی می کند. شبها را تنها و با موسیقی گوش کردن و در یک گوشه می گذراند تا اندمی که عصبش خسته می شود و به فکر خواب می رود. یکی هست که همیشه می لرزد، نه سردی نه از بیماری، از خاطرات خوبش با آدمان بد. همیشه کسایی هست که به دلیل می خندند، کسایی که گریه هایشون دیر دیر است ولی خیلی سیرند. از این همه غم و درد و از این گریه کردن ها